حضور هیچ آدمی تو زندگیمون بی دلیل نیست. هر کسی که میاد یه مأموریتی داره. عده خیلی کمی هستن که با اومدنشون خوشبختی میارن. بیشتریا میان تا فقط باعث یه اتفاق جدید بشن و برن. مثل یه راهی که تا حالا نرفتی، یه خاطره یا یه زخم تازه تر. بعضیا میان تا به خاطرشون با خانوادت، با دوستات بجنگی و یه روزی بفهمی چه اشتباهی کردی. بعضیا میان تا به خاطرشون تو روی خودت وایسی، تا وقتی رفتن از خودت بدت بیاد. بعضیا با رفتنشون باعث میشن بزرگ شی. بعضیا یه دلیلن برای اینکه از دنیای رویایی جدا بشی و به تجربه های تازه برسی. بعضیا میتونن یه سوژه باشن که تا آخر عمرت، مثلا هر جای دنیام که باشی، با شنیدن یه آهنگایی نتونی جلوی اشکاتو بگیری. بعضیا یه اشتباه بزرگن که مرتکبشون میشی. میدونی؟ اون که میره، اما اون که میمونه باید با خودش، با آدمای اطرافش، با تنهاییش کنار بیاد. چقدر دلم برای اونی که میمونه میسوزه. یه روز میای روبروم میشینی و همه اینا رو بهت میگم. بعد میپرسی من واسه تو چی بودم؟ اون موقع یادم میفته به رفتنت، به تنهاییام، به همه وقتایی که دلم برات تنگ شده بود و تو نبودی. اون وقت زل میزنم تو چشماتو میگم هیچی، تو هیچی نبودی. فقط یه سوژه بودی واسه نوشتن و یه سوژه واسه اینکه حالم از خودم به هم بخوره.